یک پیکان با مغز الکترونیکی. این پیکان مثل یک بچه حرف شنو حرفای صاحبشو گوش میکنه و عمل میکنه بهش. موتور روشن بکن. در کاپوتو باز بکن. باز. موتور خاموش کن. یک پیکان هست که همه دیدید، منتها این شیشه هاش برقیه. فکر میکنم روی شیشه اگر آب بریزه اتوماتیکمان این برق واکنش هم اتوماتیک هست. آب که میریزیم روی شیشه در مقابل آب حساسیت داره و شیشه رو خودش تمیز میکنه. من محمد اخباراتی، همافر یکم هوانیروز، مهندس موتور و سیستم های اویونیک هواپیما، یک مغز الکترونیک اختراع کردم که نصب کردم روی این اتومبیل و سیستم ها رو دقیقاً با مغز الکترونیک کنترل میکنه. برای هر کسی که بخواد فرکانس صداشو میتونیم تنظیم کنیم روی کامپیوتر. در مورد سرعت، به ازای هر 15 کیلومتر سرعت 3 متر با ماشین روبرویی فاصله میگیره. راننده خوابش ببره تکونش میده بیدارش میکنه. الان ماشین تو دنده هست، من به مغز الکترونیک میگم روشن بشه ببینیم چه کار میکنه. اگر که سیستم‌های استحفاظی رو نداشته باشه ممکنه تو دنده استارت بزنه و حرکت کنه و احیانا خطراتی رو به وجود بیاره.